گلبانو با ناز میایه میاد. پخش زنده آسفاریا. یکی از روستاهای قدیمی. سلام، سعید هستم. منم رضا هستم. اون طبیعت رو واسه آیندگان بزنیم و آیندگان هم بتونه از اون طبیعت استفاده کنن. چی دیدم یهویی؟ ماه دلبر. تنها مسجدی تو این منطقه که از اول هم یک مناره داشته و گلبانو با ناز میایه گلبانو با ناز ولکنش خرابه. از هموطنان شمالی که به شیراز زده زیر آواز. صدا لیلی میاد. پخش زنده آسفاریا.
به آشغال دارد میرسم. خب ما در روستای قلات حومه شیراز قرار داریم. قلات یکی از روستاهای قدیمی و تاریخی شیراز هست. اگر بخوام جزئیات بیشتری بهتون بگم، این روستا توی ارتفاع 2070 متری از سطح دریا واقع شده. قلات یکی از روستاهای بسیار قدیمی که چند هزار سال قدمت داره که در دامنه کوه قلات به ارتفاع 2990 متر قرار میده. معماری کهن همراه با طبیعت چشم نواز و آرام بخش قلات از دیرباز مورد توجه گردشگران و طبیعت دوستان بوده. همینطور که شما توی مسیر دیدین، ما شاهد رودخانه پرآب بودیم که از آبشارها چشمه میگیره. از دیگر جاذبه های گردشگری روستا آبشارهای سگانه، چشمه ساران
کلیسا، مسجد، بازار قدیمی منحصر به فرد و آسیاب‌های آبی این روستا هست. امیدوارم که تا انتها همراه ما در ویدیو باشید که جلوتر جاذبه‌های جذاب‌تری رو شاهد باشید. این هم از غلات. سلام، سعید هستم. منم رضا هستم. خیلی خوشحالیم امروز قرار اولین ویدیومون رو ضبط کنیم. لوکیشنی که میبینید پس از شاید بگم سختی‌های خیلی زیاد، یعنی رانندگی‌های خیلی زیاد، خیلی چیزایی که اول ویدیو قطعا میبینید. اینجا میتونم بگم فاصله 42 کیلومتری 40 کیلومتری شیراز، خیلی آنچنان مسافت زیادی رو اگر فکر کنید که باید تا اینجا بیاین و بتونین این طبیعت رو ببینین، نه اونقدر سخت نیست. قبلش بگم که قرار بود که مقصدمون از شیراز روستای قلات باشه. توی مپ مقصد و قلات انتخاب کردیم، اما دوست عزیزمون یه سوتی بزرگ داد، ما روستا رو رد کردیم و داشتیم همینجوری جاده رو مستقیم میرفتیم. رد کردیم به سمت یک ناکجا آباد که نمیدونستیم کجاست و ولی مهم این الان دوستمون اصلا به روش نیاورد که داریم اشتباه میریم و گردن هم نمیگرفت سوتیشون، ولی خوشبختانه به موقع متوجه شدیم، دور زدیم و توی یکی از کوچه های فرعی روستای کلات پیچیدیم و بعدش هم به ورودی خوردیم و اومدیم و اصلا فکر نمی کردم که همچین مقصدی باشه. روستا دو تا حالت داره. زمانی که شما وارد روستا میشین دو تا شاخه کوچه دارین، یکی میره توی بافت تاریخی، یکی هم سمت چپه که میاد سمت همین مقصدی که ما هستیم الان اینجا نشستیم، سمت آبشار و رودخونه‌اش که برای طبیعی
اگه بخواین یعنی مسیر طبیعی و طبیعت رو بیاین، همه خود شیرازی کسایی که محلی اینجا توصیه میکنن شما مسیر رودخونه و آبشار رو بیاین و بعد از مسیر تاریخی برگردین. و اما یه نکته که من قبلش بگم، شما در بعد ورودی رو که رد میکنید و اون قبض ورود به مکان گردشگری رو که میگیرید، یه مشکل بزرگی که اول باش مواجه میشیم مشکل جای پارک است، چون که یک مسیر تنگ ولی با کوچه هایی که وصل میشه به پارکینگه. اما ما این سختی رو داشتیم، سختی رو رد کردیم، ماشین رو توی یک پارکینگ گذاشتیم و همینطور که گفتم تونستیم که مکان تفریحیش رو پیدا کنیم. یه نکته هم بگم که می‌بینید ما الان اینجوریم چون حقیقتا شنیده بودیم که روستای قلات یه روستای بیشتر تاریخیه، انتظار یه همچین طبیعتی رو نداشتیم. و نه اگر شما بخواید برنامه‌ریزی کنید که اینجا بیاین، حتما توصیه می‌کنم حالت کمپینگ با کوله زیرانداز، کفش مناسب و حالت طبیعت‌گردی بیاین. یعنی صبح زود بیاین تا عصر، همین تایمی که الان دیگه هوا داره نسبتاً تاریک میشه اینجا بمونید، واقعا عالی. توصیفی که از مقصد قلات داشتیم در این حد بود که توی گوگل زدیم و یه تعداد عکسی که از خونه‌های روستایی و یا رودخونه بهمون نشون داد، اما در واقعیت همچین چیزی نیست. در واقعیت یک جنگل سرسبز با درخت‌های بلند و رود پرآب که توی تصویرهای قبل بهتون نشون دادیم که حالا منشأش چشمه است و حالا از ارتفاعی که بهش آبشار میگیم سقوط میکنه به پایین و در جویبار و رودخونه این مسیر مردم باعث میشن که کنار اون جوی حالا فرش بند کنن و به تفریحشون بپردازن. یه مورد دیگه هم که هستش، حالا اینجا مشخص نیست اما شما اگر این جنگل و درخت‌ها نباشه، صخره‌های به شدت مرتفعی داره که حس میکنم برای کسایی که بخوان صخره‌نوردی رو انجام بدن میتونه یک گزینه خیلی خوبی باشه که بیان اینجا و حالا این ورزش رو بتونن انجام بدن. و بچه‌هایی که مثلا پاراگلایدر یا روی این رشته فعالیت دارن خیلی مکان مناسبی به نظرم. لوکیشنی که الان نشستیم انگار ایستگاه اولمونه. تقریبا یه 25 دقیقه قدم زدیم تا به آبشار رسیدیم و خواستیم یه نفسی تازه کنیم و مقصد بعدیمون روستایی هست که میگن مسجد قدیمی، حتی کلیسا و بافت تاریخی داره. سعی میکنیم که اون قسمت هم بریم تا قبل از اینکه هوا تاریک بشه بتونیم ویدیو رو فیلم برداری کنیم و ضبط کنیم واسهتون. آره اینم الان میگم دیگه نسبتا آخرین تایمیه که ما میتونیم فیلم برداری کنیم، یعنی نور مناسبی رو که الان شما دارین و میتونید طبیعت رو ببینید تا نیم ساعت دیگه فکر نکنم باشه. میریم از اینجا بعد روی بافت تاریخی و خب ادامه ویدیو رو میتونید اونجا حالا در ادامهش توی بافت تاریخی ببینید. اگه بخوام یه نتیجه گیری کنم اینه که برای اولین بار توی عمرم طبیعت بکر دست نخورده با اینکه حجم و انگار گردشگر زیادی رو قبول میکنه روزانه، ولی تونستن بهداشت رو رعایت کنن. ما هیچ آشغالی در اطراف این جنگل ندیدیم. هوای واقعا فوق‌العاده با اینکه در روز گرمه ولی الان هوای واقعا خنکی رو داریم و پیشنهاد میکنم اگر گذرتون سمت شیراز افتاد به عنوان یک مقصد، یک لوکیشن حتما سر بزنید چون ارزش دیدنش رو داره. مخصوصا با توجه به اینکه خود مردم شیراز اینجا رو خیلی میان و شما توی مسیر که بیان متوجه میشین به شدت مردم شادی هستن اینجا دیگه. حالا میگم موزیک و بزن به رقص و این داستانایی که دیگه همه طبیعتا روی فضاهای سبز و اینا که وقتی با دوستاشون میان دارن، اینجا شما میتونید بیشتر ببینید. و تمیزی اینجا هم به دلیل اینه که به نظرم مردم شیراز و افرادی که اینجا رفتن فرهنگش رو دارن، یعنی جدای از محیط زیست میشه به مردمش مستقیم اشاره کرد. خب احساس میکنم گفته ها رو گفتیم و حالا جلوتر بریم و اون حسی که دریافت میکنیم از طبیعت و مردم ها شیراز رو بتونیم بیان کنیم، بهتون منتقل کنیم و در خدمتتون باشیم. تا اینجای کار ممنون که با همون بودیم. در ادامه ویدیو رو بریم توی بافت تاریخی کم ببینیم توی بافت تاریخی روستا چه خبر. پس فعلا
خب همین جوری که داریم میریم به سمت روستا، بهتره که الان البته فکر میکنم به موقع است بخوام این نکاتی رو بگم که شاید دوستانی که طبیعت گرد هستن حالا این نکات رو میدونم، ولی واسه کسایی که فراموش کردن یادآوری بشه. ببینید توی هر مقصد طبیعت گردی که وارد میشیم بهتره که اون مقصد رو پایدار نگه داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه سعی کنیم کمترین خسارت رو به اون طبیعت وارد کنیم، اون طبیعت رو واسه آیندگان بزنیم و آیندگان هم بتونه از اون طبیعت استفاده کنن. هیچ کار خاصی لازم نیست انجام بدیم، فقط یه نکاتی هست که خیلی ساده است، خیلی ساده، مثلا در حد ول نکردن و پرتاب نکردن زباله هامون توی طبیعت. خیلی راحت میتونیم یک کیسه زباله همراهمون داشته باشیم و قاعدتاً جاهایی که تفریح گردشگری هست مکانهایی رو برای تخلیه زباله در نظر گرفتن که میتونیم زباله ها رو توی اون مکانهایی که طبیعی شده سطل‌های زباله جایگذاری کنیم. بعضی از طبیعت‌ها امکان شعله‌ور شدن و آتش گرفتن رو داره، پس حدالامکان از مکانها به اصطلاح منقل‌هایی که طبیعی شده برای آتش کردن و حالا پخت و پز غذا استفاده کنیم. سومین نکته، سعی کنیم که افرادی که حالا از روی عادت به کشیدن سیگار و قلیان دارن، اون فیلترهایی که استفاده میکنن و با اینکه فکر میکنن کوچک هست و ممکنه تجزیه بشن، ولی سعی کنیم که بازم توی طبیعت رها نکنیم، بخاطر اینکه حیواناتی هستن که در اصل خانه حیوانات هست این طبیعت. ممکنه اون فیلتری که شما رها میکنین رو بخورن و خیلی وقتا شد که منجر به خفگی اون حیوان شده. طبیعت هایی مثل اینجا که روستا مانند هست، بعضی مواقع ملک های شخصی وجود داره، باغ های شخصی وجود داره. به به به، چی دیدم یهویی؟ ماه دلبر. ماه چی میگه؟ واو، دقیقا همون صخره‌ای بود که بهش اشاره کردیم. روستا فکر کنم کردیم. روستا میره پایین، این پله‌ها رو بریم پایین میره داخل بافت روستا. و بالا هم که صخره و این نقاشی زیبای خداوند. ملک‌هایی از خصوصی و شخصی، باغ‌هایی از شخصی که دوست ندارن گردشگر حالا تجاوز کنه، یا بهتر بگم که توی اون محیط بیاد و از حالا میوه‌ای که ماه‌ها و سال‌ها زحمت کشیده شده استفاده کنن، که فکر نمی‌کنم مردمای اینجا اینجوری باشن، اما دوست دارن اون درخت حداقل نشکنه یا اینکه سالم بمونه. و در آخر یکی از معضلاتی که روستاهای طبیعت گردی داره پارکینگ های طبیعی شده هست. حالا من توی مسیر دیدم ماشین هایی که در مسیر اصلی پارک کرده بودن و باعث انگار ترافیک شده بودن برای اشخاصی که تازه ورود میکنن یا کسایی که خارج میخوان بشن. بهتر است که توی پارکینگ ماشین رو بذاریم که هم از لحاظ امنیت ماشین خوبه و هم از لحاظ اینکه بار ترافیکی رو کم میکنه. یه مورد دیگه هم داره، این که خب بالاخره چون این منبع درآمدیه برای مردم محلی، شما با اینکه ماشینتون توی پارکینگ بذارین یک تیر و سه نشونه، هم ترافیک ایجاد نکردین، هم ماشین خودتون امنیت بالاتری داره و هم یک سود اقتصادی و درآمدی برای افراد بومی روستا که دارن هم محافظت میکنن از این طبیعت، هم محافظت میکنن از اموال شخصی خودمون. یه سود برده.
تنها مسجدی تو این منطقه که از اول هم یک مناره داشته و به همین مورد معروفه. خیلی متشکرم. اون گوشش خونی بود نه؟